شکر برای امروز، روزی که خداوند ساخت و در آن مجد و شادی کنیم. خدا رو شکر می‌کنم برای وجود شما عزیزانی که اینجا هستین و عزیزانی که در زوم هستن، عاشقانی که مشتاق پرستش و شنیدن کلام خداوند هستن. خدا رو شکر می‌کنیم. امروز میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که همه ما در زندگی به نوعی باهاش روبرو بودیم و اونو لمسش کردیم، چه در کار، چه در خانواده، چه در زندگی‌های ایمانیمون، چه در روابطمون با دیگران. و اون موضوع شکسته. بسیاری از ما وقتی که شکست می‌خوریم فکر می‌کنیم که این دیگه آخر کاره، دیگه تموم شد و هیچ امیدی نیست، امیدمون رو از دست میدیم، فکر می‌کنیم که خدا ما رو ترک کرده و یه جورایی از خودمون ناامید میشیم. ولی خدا میدونه که هیچ وقت این آخر کار نیست. در خداوند هیچ وقت ما شکست خورده نیستیم، چرا که خداوند ما پیروزه و اون پیروزی رو به تک تک ما به ارمغان داده. و همیشه باید فکر کنیم که اون جوری که ما خودمون رو میبینیم نیست. ما باید اون جوری که خداوند ما رو میبینه ببینیم و این هیچ جوری میسر نیست جز اینکه ما کلام خداوند رو ببینیم و هویت خودمون رو در خداوند تشخیص بدیم و همینجور فکر خداوند رو داشته باشیم، افکاری رو که خداوند نسبت به ما داره. خدا رو شکر، واقعا خدایی داریم که خودش خدای درگاه‌شناس، ضعف‌های ما رو میدونه و خودش تمام این اتفاقایی که توی زندگی ما میفته، شکست‌ها و رنج‌ها رو خودش، وسوسه‌ها رو، همه اینا رو خودش چشیده و میدونه و ضعف بشر رو میدونه و میدونه که چقدر ما به قوت اون نیاز داریم. ولی میخوام بدونیم که تعریف شکست از نظر انسان و خدا چیه؟ شکست از نظر انسان نرسیدن به هدف، باختن و از دست دادن فرصت هاست. ولی در نگاه خدا شکست میتونه یک فرصتی باشه، فرصتی تازه باشه برای بازگشت، برای نزدیکتر شدن به خدا و بنا کردن و دوباره از نو ساختن. خداوند در اشعیا میگه که افکار من افکار شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست، چنانکه آسمان از زمین بلندتر است، افکار من از افکار شما و راه‌های من از راه‌های شما بلندتره. خدا رو شکر برای کلام خداوند برنامه‌های خیلی عمیق‌تر و فراتر از فهم انسانی ما داره. چیزی که ما اون رو شکست می‌بینیم میتونه آغاز برکت بزرگی برای تک تک ما باشه. حالا میخوام یه نمونه‌هایی از به ظاهر شکست خوردگان کتاب مقدس رو اینجا براتون بگم که فکر می‌کنم تو هر موعظه همیشه ما برمیگردیم به این قهرمانان ایمان که به ظاهر شکست خوردن ولی پیروز بودن. یوسف رو می‌بینیم که واقعاً مورد خیانت برادرانش قرار گرفت، به ناحق در چاه انداختن، به بردگی فروختن و به ناحق در زندان افتاد. ولی خدا اونو به جایی رسوند که شخص دوم مصر شد و یوسف زمانی که برادرانش رو دید گفت شماها به من قصد بدی کردید، اما خداوند همون قصد بدی رو به نیکویی و خیریت تبدیل کرد. و بعد از اون می‌بینیم که یوسف بعد از این اتفاقایی که براش افتاد صاحب دو پسر میشه به نام منسی و افرایم و منسی معنیش میشه فراموشی، که یوسف میگه من تمام اون دردها، شکست‌ها و رنج‌های خونه پدرم فراموش کردم و افرایم میشه برکت، دو برابر برکت و میگه خداوند در زمین مذلت منو برکت داد. خدا رو شکر میکنیم و واقعا میبینید که در خداوند هیچ وقت شکستی وجود نداره. مورد دیگه داووده که علیرغم اشتباهاتش، زنا کردن با بتشبع و کشتن همسر بتشبع اوریا که واقعا گناه بزرگی بود، ولی می‌بینید وقتی توبه میکنه خدا اونو میبخشه و همچنان اونو مردی موافق دل خودش مینامه. چه فیضی واقعا خداوند ما داره. دیگری پتروس رسولی که واقعا پتروسی که ادعا میکرد خیلی خداوند رو دوست داره، میگه اگه لازم باشه با تو جان میدم، ولی درست در جایی که مسیح بهش احتیاج داشت
اونو انکار میکنه. ولی بعد از اینکه توبه میکنه میبینیم که عیسی دوباره اونو بلندش میکنه و به اون مأموریت میده که کلیسا رو رهبری کنه. مورد دیگه ایوبه که در اتفاقایی که براش افتاد همه چیزش رو از دست میده، مالش رو، ثروتش رو، فرزندانش رو، سلامتیش رو، همه چی رو از دست میده، ولی به خداوند اعتماد میکنه، با ایمانش در خداوند میمونه و میبینیم که در انتها خداوند چندین برابر بهش برکت میده. در ایوب 42:12 ما میخونیم و خداوند ایام آخر عمر ایوب را بیش از آغازش برکت داد. او صاحب 14,000 گوسفند، 6,000 شتر، 1000 جفت گاو نر و 1000 ماده الاغ شد. آمین. وقتی که دقت میکنیم در تمام این افرادی که در کتاب مقدس نام برده شده به ظاهر شکست خوردگان، چیزی رو که در اونها میبینیم میبینیم که اونها ایمانشون رو به خدا همچنان حفظ کردن، همچنان در کلام خداوند بودن، همچنان خداوند رو چسبیدن، اعتماد کردن به کلام خدا، اعتماد کردن به خدایی که نیکوه همیشه، و اون اعتماد باعث شد که بلند بشن دوباره و ادامه بدن. حالا چرا خدا اجازه میده که ما شکست بخوریم؟ چرا خداوند اجازه میده ما شکست بخوریم؟ یکی از دلایلی که خدا اجازه میده ما شکست بخوریم برای فروتنیه. گاهی ما انسان‌ها وقتی موفقیت‌های پی در پی پیدا می‌کنیم، غرور میاد سراغمون، به خودمون می‌بالیم، فکر می‌کنیم این توانایی‌ها از ماست دیگه، میتونیم هر کاری رو بکنیم. ولی خدا با شکست‌ها ما رو فروتن نگه می‌داره، به خاطر اینکه ما رو در حضور خودش نگه داره، ما از خداوند دور نشیم. این شکست‌ها باعث میشه که ما خودمون رو بیشتر بشناسیم، به ضعف‌های خودمون بیشتر پی ببریم و بیشتر پی ببریم که چقدر به خداوند قادر مطلق احتیاج داریم. مورد دیگه اینه که این شکست‌ها برای تعلیم و رشد ماست. شکست‌ها بهترین معلمانی هستن که میتونن برای ما باشن و این شکست‌ها به ما درس‌های زیادی میده و این درس‌ها ما رو برای مسئولیت‌های بزرگتری روبرو میکنه، آماده میکنه و خداوند در امثال میگه که مرد عادل اگرچه 7 مرتبه بیفتد اما دوباره بلند خواهد شد، اما شریران در بلا خواهند افتاد. 7 مرتبه یعنی هر چقدر عدد کامل خداونده، یعنی هر چقدر که ما بیفتیم باز هم خداوند ما رو بلند میکنه و شکستی در خداوند وجود نداره. مورد دیگه برای شهادت و الهام به دیگرانه. وقتی که ما از شکست بلند میشیم و با دیگران صحبت میکنیم و مقصود خداوند رو از اون شکستی که برای ما اتفاق افتاده، اون هدفی رو که خدا از اون برنامه به ظاهر شکست برای ما داشت و اون برکاتی رو که ما، اون تجربیات عالی رو که ما در شکست ها نصیبمون میشه برای دیگران میگیم، چقدر برای اونها باعث قوت و امید میشه. خدا رو شکر واقعا که خداوند ما خدای پیروزیه. حالا واکنش ما در مقابل این شکست ها چی باید باشه؟ اولیش اینه که امید به وعده‌های خدا داشته باشیم. مطلبی رو امروز میخوندم، خیلی برای من قشنگ بود و اونو یادداشت کردم. میگفتش که هرگاه شرایط در تضاد مستقیم با کلام خدا قرار گرفت، با خدا موافق باشید و کلام او را باور کنید. هر زمان که احساسات شما غیر از آنچه که خدا در مورد شما میگوید در مورد خودتان فریاد زد، با خدا موافق باشید و کلام او را باور کنید. او دیروز، امروز و همیشه همان است و کلام او ثابت است و میتوانید در زندگی روزمره خود به اون تکیه کنید. خدا رو شکر واقعا تمام این مطالبی رو که ما میگیم، تمام چیزایی رو که گوشزد میکنیم، من همیشه میگم مستلزم اینه که ما در کلام خدا روزانه قدم برداریم. هر کدوم از این نکته‌هایی رو که ما میگیم اگر ایماندار روزانه در کلام خدا نباشه، هرگز این اتفاقات در زندگی اون نخواهد افتاد و اون صاحب وعده‌ها نخواهد بود، چون که نمیدونه خداوند در کلامش چی گفته بهش. خودش رو نمیتونه بشناسه، خداوند رو نمیتونه بشناسه، نمیدونه خودش در مورد خودش چی باید فکر کنه، خودش رو چطور ببینه،
خداوند رو چطور ببینه و بتونه چجوری با اون شکست مواجه بشه. خدا رو شد. مورد دیگه اینه که وقتی که ما شکست میخوریم باید دعا باشه، بازگشت و توبه به سوی خدا. وقتی که ما شکست میخوریم با قلبی فروتن و افتاده باید به حضور خدا بریم و اعتراف کنیم به خدایی که همه چیز رو در مورد ما میدونه. داوود در مزمور با قلبی شکسته به حضور خدا میره، گناهش رو اعتراف میکنه و بخشش خدا رو میخواد و میبینیم که خداوند اون رو میبخشه. پس شکست فرصتیه برای دعا، توبه و بازگشت به سوی خداوند. مورد دیگه ادامه دادن با ایمان به مسیحه. در یوحنا میگه، خداوند میگه در جهان شما رنج بسیار خواهید داشت اما دل قوی دارید زیرا من بر جهان غالب شدم. پس زمانی که شکست میخوریم دیگه نمیترسیم، از خودمون ناامید نمیشیم، دوباره تلاش میکنیم، دوباره بلند میشیم و میدونیم که اون شکست ها برای ما حتما به خیریت تموم میشه. خدا رو شکر واقعا. اگر ایمان داریم که قوت قیام خداوند در زندگی های ما هست، همون قوت ما رو بلند میکنه و دوباره به ما قوت تازه میده تا بتونیم که در این مسیر دوباره ادامه بدیم و ما این رو توی زندگی‌هامون تجربه کردیم. برای همین کلام خدا میگه مسیح و قوت قیام او را بشناسید. پس چقدر مهمه که ما بدونیم که این قوت در زندگی ما چه کار میکنه و عکس العمل ما در مقابل ما چی باید باشه. خدا رو شکر. بزرگترین پایان شکست تاریخ، بزرگترین پایان شکست تاریخ روی صلیب مسیح بود. مسیح روی صلیب زمانی که جان میداد دشمنان فکر کردن که دیگه تموم شد، همه چی تموم شد، کار تموم شده، اما روز سوم با قوت روح القدس، روح حیات، خداوند از مردگان بلند شد و قیام کرد و بزرگترین ترس بشر و بزرگترین اون اتفاقی که همیشه انسان بالاتر از اون قدرت چیزی رو نمیدید که مرگ خداوند بر اون غالب شد و پیروز شد. در اول قرنتیان میگه اما شکر خدا رو که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی میبخشد. خدا رو شکر برای این آیات. پس عزیزان اگر در مسیح هستید، اگر که شکست‌های موقتی دارید، اگر شکست‌هایی دارید، اینا همه موقتیه و خداوند ما خدای پیروزیه، اون ما رو بلند میکنه. هیچ وقت ناامیدی سراغتون نیاد، به خاطر اینکه هنوز فصل‌های زیادی در کتاب زندگی شما هست که هنوز خونده نشده و باید در زندگی شما اتفاق بیفته. پس ناامید نباشیم از خودمون. خدا رو شکر واقعا. اگر خدایی که ایوب و پتروس رو، داوود رو، یوسف رو بلند کرد، اون میتونه تمام تک تک ما رو بلند کنه و هیچ وقت نباید از خودمون ناامید بشیم. خدا رو شکر که کلام خداوند میگه قدرت هر چیز را در مسیح دارم که مرا تربیت میبخشد. یه نویسنده در یک کتابی گفتش که نوشته بود که خداوند در شادی‌ها زنده نمی‌کنه، در وجدان ما سخن میگه و در شکست‌ها و رنج ما فریاد میزنه. شکست‌ها و رنج‌ها فریاد خداوند هستند برای جهان ناشنوا. واقعا خیلی خوشم اومد وقتی که اینو میخوندم. شکست‌های ما میتونه دروازه‌هایی به سوی خداوند باشه. شکست‌های ما میتونه پیروزی‌هایی رو در مقام بیاره که برای دیگران چقدر میتونه مفید باشه. پس برای هر افتادن، برای هر شکست خداوند مقصودی داره و دعا میکنیم و خدا رو شکر کنیم برای اون شکست‌ها. خودمون ایرانیان و مسئله داریم، میگیم بچه تا نیفته راه رفتن یاد نمیگیره. ما هم تا شکست‌های مختلفی پشت هم در زندگی‌های ما اتفاق نیفته نمیتونیم اونی باشیم که خداوند میخواد. پس از خودمون ناامید نباشیم، نترسیم، بلند شیم، دوباره ادامه بدیم با قوت بیشتر و بدونیم که خداوند با ماست. وقتی که خداوند در کلامش گفته که همسایه خود را مانند خویشتن دوست داشته باش،
پس ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو باور کنیم، نه اینکه خودشیفته باشیم، خودخواه باشیم. باید اونطور که خدا ما رو میبینه خودمون رو ببینیم، خودمون رو باور داشته باشیم و بدونیم خداوند میگه قدرت انجام هر کاری رو در مسیح دارم که مرا تقویت میبخشد. پس ما در خداوند قدرتی داریم، قوت قیام خداوند رو داریم. جالبه که وقتی که در متی میکنیم میگه که مسیح وقتی که تعلیم میداد، اونایی که تعلیم مسیح رو میشنیدن میگفتن که مانند صاحب قدرت تعلیم میده، نه مثل کاتبان. و اون قدرت و اون قوت قیام خداوند امروز نصیب ما هست. ما هم ارث با مسیح هستیم. مسیح میگه قدرت آسمان و زمین در دست منه و من اون رو به شما میدم. آنچه که در روی زمین ببندید در آسمان بسته میشه، اون چرا باز کنید باز میشه. واقعا چه وعده‌هایی در خداوند داریم. خدا رو شکر میکنم، واقعا وعده‌های خداوند بی‌نظیره. در ارمیا 29:11 خداوند میفرماید زیرا فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. آمین آمین. پس در جایی که فکر میکنیم همه چی تموم شده، میتونه خداوند تازه شروع کنه و شروع کار تازه‌ای باشه. پس واقعا خداوند ما در سختی‌ها و شکست‌های ما طرح‌های بزرگتر، عالی‌تر و پرجلال‌تری داره و در این طرح‌های خداوند ما می‌تونیم از شکوه و جلال خداوند که در این شکست می‌بینیم لذت ببریم و چقدر بهره‌مند بشیم از این حضور خداوند در تمام شکست‌های ما. خدا رو شکر واقعا برای خدایی که این چنین برای زندگی‌های ما نقشه‌ها و طرح‌های عالی داره. فکرهای خداوند همیشه برای ما عالیه، همیشه برای ما به نفع ماست و خداوند قبل از شکست‌هامون، قبل از رنج‌هامون، قبل از گناهانمون ما رو دوست داشته و برای ما مرده و خدای پیشدان ما از تمام شکست‌ها، از تمام رنج‌ها، از تمام افتادن‌های ما با خبره و اون خودش ما رو اونجوری که هستیم نمیبینه، ما رو اونجوری که باید باشه میبینه، چون میدونه که با اعتماد به اون راه میریم و با اعتماد به اون هستش که زندگی میکنیم. به خودمون هیچ اعتمادی نداریم، در انسان هیچ چیز نیکویی یافت نمیشه، ولی با قوت خداوند قدرت داریم که هر کاری رو انجام بدیم و از پس هر کاری بر بیان و خداوند اینو میخواد که ما بهش به درکش برسیم و بفهمیم برامون مکاشفه بشه که خداوند ما هیچ هستیم اما با تو همه چی. خدا رو شکر میکنیم برای حضور خداوند در زندگی‌هامون عزیزان. باز هم تاکید میکنم تمام این نکاتی که گفته میشه تماما در این کلام از دست شما، از دهان شما دور نشود، از دستتون دور نشود و واقعا هر روزه در این کلام گام برداریم و خداوند دعا میکنیم که گام‌های ما رو در کلامش استوار کنه. پس عزیزان با هم دیگه دعا میکنیم، به حضور خداوند میریم. خداوند شکر میکنیم، شکر میکنیم برای حضور زنده در زندگی هامون خداوند. در جایی که میافتیم، در جایی که از خودمون ناامید میشیم، تو خدای امیدهای تازه هستی خداوند. تو خدایی هستی که هرگز از ما ناامید نمیشی خداوندم. تو خدایی هستی که به ما میگی بلند شو، ادامه بده، نترس، من خدای تو هستم. تو خدایی هستی که دیروز و امروز و تا ابد همان هستی. خدایی هستی که در گوش ما زمزمه میکنی که فرزندم من در طوفان‌ها، در شکست‌ها با تو هستم و تا انقضای عالم هرگز تو را رها نخواهم کرد. شکرت میکنیم خداوند، خدای محبت که این چنین در کلامت به ما وعده دادی و امتحان کردیم، آزمودیم و دیدیم تماما راست است، چون وعده دهنده امین است. به تو اعتماد میکنیم خداوند، در رنج‌ها، در شکست‌هامون خداوند تنها یاور، صخره و پناه ما تو هستی خداوندم. اگر از همه ناامید بشیم، اگر هر کسی به ما نارو بزنه، اگر هر اتفاقی برای ما بیفته، تو خدایی هستی که همیشه آغوشت برای ما بازه و ما رو در آغوش میگیری و میگی فرزندم بلند شو و ادامه بده. شکرت میکنیم خداوند در نام عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. آمین.